بسم الله الرحمن الرحیم. سوره تغابن شروع میشه. این سوره را به نام تغابن میگه. تغابن از غبن گرفته شده. غبن خساره را میگه، تاوان میگه. یک چیز که بخری به قیمت بالا میگه والا سرم غبن کرده، مرا تاوانی کرده. یکی از نامهای روز قیامت در اونجا دمی صورت میاد تغابن، روزی که اظهار خساره میشه. در این دنیا هیچ کس نمیفهمه که چقدر خساره و تاوان کردیم. اونجا باز معلوم میشه که تاوان و خساره را کی کرده و چه قسم کرده. موضوع مهم است، از خاطر سورت نامیده به می نام. 108م سورت است که قبل سوره صف و بعد سوره تحریم نازل شده. سورت مدنی است، از همین خاطر احکام در اینجا ذکر میشه. ارتباط این سورت قط ما قبل، در ما قبل رد بالای یهود شد، منافقین شد. دو طایفه را الله تبارک و تعالی اوصاف مذمومیش ذکر کرد. از اخلاص و صداقتمندی کار نگرفتن، وفاداری نکردن، وگرنه الله چقدر موقع برشان میاثر کرده بود. وقتی انسان همینطور فکر میکنه که این منافقین در مجلس پیغمبر علیه السلام حاضر می بودن، تقریر پیغمبر را میشنیدن، گپی پیغمبر را میشنیدن، عملکرد پیغمبر را میدیدن، باز نمونه های صداقت پیغمبر را مشاهده میکردن در جهادا، در میدانا. ولی این بدبختا، بزرگ بدبخت امی مردم است. زیاد تاوان و خساره را کدام مردم کرده؟ امی مردم که اینطور موقع و زمینه برشان میاثر شد، آخرام در کدام طرف بره؟ جهنم بره، نعوذ بالله. یک مجلس، هم مجلسی پیغمبر علیه السلام چقدر افتخار است. یک هم مجلسی، هم کلامی با پیغمبر که یک سوال است پیشش میکنی، چی جای ازی که تو از همون خاطر زیاد خسارمند امی مردم است. اینجا الله امی بیان از این میکنه که خساریشه، که اونجا باز معلوم میشه که چقدر خساره کردی. الله چی احساناتی کرده بود سرت و تو یک احسان در نظر نگرفتی، کل را فراموش کردی، به باد هوا دادی. واقعا با کسی که همچو فرصت میاثر میشه، از همچو فرصت استفاده نمیکنه، این بسیار بدبخت است. واقعا ما گاهی براتون میگم، واقعا براتون میگم این چانس است. یاد داشته باشه، اینطور ترجمه ها نخواد دوام کنه، این را یاد داشته باشه. یا اینطور درس ها نخواد موقعش بیا، خو استفاده کنیم. نگوی دیگه سال باز ترجمه میشینیم، نگوی باز در رمضان میم. نه، اینمی موقعیت است. در رمضان دیگه به الله معلوم که چه انقلابات و تغییرات میاد. در زمستان دیگه چه انقلابات و تغییرات میاد. تو زنده هستی یعنی که از این دنیا رفتی، یا کدام حالت گرفتار هستی. خصوصا برادرها و خواهرای جوانی ما، یا خو تغییرات در زندگیش خیلی زیاد میاد، بسیار زیاد تغییر میاد. از او خاطر من میگم همیشه که فرصت ها را در نظر بگیره. این صورت در حقیقت ما را بیدار به این میکنه که سعی کنی از فرصت استفاده کنی، که هر وقت گیری آدم نمیاد. واقعا همونطور است، واقعا همونطور است. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم به نام الله که بی اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. یسبح لله، به پاکی یاد میکنه، لله خاص برای الله تبارک و تعالی، ما آن چیزی که فی السماوات در آسمان هاست و ما فی الارض آن چیزی که در زمین است. له الملک، کل اختیارات و پادشاهی تصرف خاص برای الله تبارک و تعالی است. و له الحمد، هم ستایش ها، هم صفات الوهیت مخصوص الله تبارک و تعالی است، دیگه کس قطعش حق نداره. و هو علی کل شیء قدیر، الله بالای همه چیزا قدرت داره. میتونست که کلگی را مؤمن پیدا کنه یا تنها کافر پیدا کنه، الله میتونست، لیکن پیدا نکرد، بلکه بعضی را مؤمن بعضی کافر. الله کلگی را مؤمن پیدا کرده، خود توستی که راه کفر گرفته. قرآن میگه هو الذی، الله ذاتی از خلقکم که شما را پیدا کرد با عقیده توحید، در فطرتتان توحید گذاشته بود، قابلیت پذیرش عقیده حق داشتی، لیکن فمنکم، بعضی از شما کافر شد. کافر شدن به کسب شماست که راه غلط انتخاب کرده. الله شما را از اول کافر پیدا نکرده، مجبور به کفر نکرده. و منکم مؤمن، بعضی از شما بالکل راه ایمان پیش گرفته، مؤمن شده. قرآن کریم فقط دو جماعت ذکر میکنه. در دنیا دو جماعت است، الکفر ملت واحده، کفر کلش است یک ملت، مسلمان کلش یک ملت است. مسلمان در حقیقت راههای متعدد نداره. کسی که میگه که مسلمان ها اسلام راه متعدد داره، دروغ میگه. راه اسلام یک راست، راه کتاب الله و سنت رسول الله است.
اگر کسی ثابت کرد که دیگر راه هم هست، من میگم بیشک. اگر از امام مذهبی خود ثابت کرد که یک راه دیگه هم هست، ما بالکل تسلیم میشیم. خود ثابت نمیتونه. راه اسلام یک راه است. قرآن در مبنای اینمی دو نظریه، فقط خط مشی زندگی کلگی مشخص است. راه کفر، راه اسلام، او به دست خودت است. چرا؟ کلش توصیف شده، مواصفات و مشخصاتش بیان شده. کدام را تعقیب میکنی؟ برای ما الله میگانی والله بما تعملون بصیر. معلوم شد که کسی مؤمن کسی کافر شد در کدام خط مشیش علیه است، نظراتشان علیه است، ثمره اعمالشان هم علیه است، عملشان هم علیه است. خب کس نگوید که مرچی میکنم بازخواست نیست، اگر ما محنتا میکنم در راه دین بازخواست نیست. نه، والله بما تعملون بصیر. الله به هر چی که انجام میده، خوب است بد است، در روشنی ایمان است یا نعوذ بالله در تاریکی کفر است، مکمل الله بیناست. خلق السماوات، چطور راه را برات مشخص کرده؟ خلق السماوات، پیدا کرده آسمان ها را، والارض زمین، بالحق، بخاطر ظاهر شدن حق، که یک دفعه سنجش کنی که این کائنات منظم روان است، هستی بزرگی در پشت سرش است که را به این نظم روان کرده، اما ذات قابل پرستش است. برای تو پیدا کرده. یک پیدا کرده الله آسمان ها و الارض زمین بالحق، به تدبیر درست پیدا کرده. اتر تدبیر درست الله در این آسمان و زمین کرده که سیارات ببی، این چیزایی که در زمین میرویه، این نظم ببی که یک دم مکمل در خدمت انسان است. ما چطور خدمت الله را نکنیم؟ اگر او طرف نظرت کار نمیکنه، در خود متوجه شو. چی رقم متوجه میکنه ما را؟ و صورکم، شما را صورت داده، فاحسن صورکم، بهترین صورت برای شما نصیب کرده. نشان قدرت الله بیان میکنه که ما را وادار به این میسازه که باید ایمان داشته باشیم، راه ایمان مشخص کنیم. او کدام است؟ در چند فوت وجود انسان که به میلیاردها و کروڑها انسان است، امی قدر انسان ها تو میبینی که در شکلشان هماهنگی باشه؟ یک رقم شوه؟ قطعا نه. خو یک کسی دیگه بگو که من 100 دانه چیز با هم جدا میکنم، همینطور به می اندازه، امی یک در شکل، ولی در یک شکل امی رقم تفاوت بیاره. به میلیاردها و کروڑها انسان است، خود دو نفر به یک شکل قطعا پیدا کرده نمیتونه. با صورت انسان واقعا صورت زیبا، در مورد صورت براتون پیش گپ زدم. فاحسن صورکم، درست ساخته شکلای شما را، و الیه المصیر، صورتای انسان متنوع کرده، کسی سیاه، کسی سفید، کسی مربوط یک قوم، کسی دیگر قوم، زبانا متفاوت، در هر طرف اطراف جهان زندگی میکنه. خود نگویی که همینطور پراگندگی است، آخر پس جمع‌آوری است. و الیه خاص، به سوی الله تبارک و تعالی المصیر، و بازگشت است. چی کردی؟ در فلان جای حکومت برات دادم، اینی طور وجودت دادم، اینی چیز به خدمتت بود، چی کردی؟ بیار. یعلم ما فی السماوات، چی خبر داره از ما که چی کارا کردیم؟ یعلم ما فی السماوات، میدانه آن چیزی که در آسمان است، والارض، در زمین است، و یعلم، میدانه ما تسرون، و چیزایی که شما پنهان انجام داده یا در دلایتان پنهان نگاه کرده، نیت، اراده، عقیده، و ما تعلنون، آن چیزی را که شما شکار کرده در زبانتان یا به عملتان. والله علیم بذات الصدور، الله عالم است به کسانی که صاحب سینه است، یعنی رازایی که در سینه داره مکمل الله آگاه است. اینطور فکر نکن. الله باز تو را تنبیه میده، آگاه میکنه تا. الم یاتکم نبأ الذین کفروا، اگر از راه قدرت بیرونی الله جور نشدی، راه ایمان پیدا نکردی، به خودت متوجه کرد، به خود تو را متوجه کرد که در اونجا نظر بکن. اگر به او توجه نظر نکردی، عالی، احوال گذشته ها را هم یک کمی در نظر بگی، تجربه کو. الم یاتکم، نامده براتان نبأ الذین، واقعات کسانی که کفروا، انکار کردن از دلایل حق، من قبل، پیش از شما، و نپذیرفتن بندگی الله را، نعوذ بالله بندگی مخلوق الله را شروع کردن. فذاقوا، چشیدن وبال امرهم، جزای کار خدا، عمل خدا، ولهم عذاب علیم، برای از یا عذاب دردناک است. تم به من نقش و قدم از او نروی که به مو سرنوشت تم دوچار میشی. ذالک بانه کانت، چرا مردم مستحق عذاب علیم شد؟ الله خود ظالم نیست. ذالک بانه، ای عذاب دادن علیم به او مردمای سابقه به خاطر عزیز،
بانه کانت، شان سخنی است که کانت بود امو مردمای سابقه، تأتیهم می آمد برشان رسولهم، انبیاء علیهم السلامشان. خود دعوا میکرد دیگه، دعوای از یا چرا میپذیرفت؟ نه، بالبینات، به معجزات که تصدیق نبوتشان میکرد. معجزه امو امر میگه که دیگه کل عالم از انجام از او عاجز باشه بغیر از پیغمبر. پس وقتی که یک کاری انجام میده بالکل در دعوای خود صادق است. فقالو، اول اعتراضی از یا چی بود بدبختا؟ در او زمان به یک شکل، در این زمان به شکل دیگه. شکل دیگه زمان هم براتان میگم. اول اعتراض سری پیغمبر چی بود؟ فقالو میگفتن ابشر یهدوننا، انسان است که ما را هدایت میکنه؟ یا یک انسان، ما یک انسان؟ این اعتراض دائمی در طول تاریخ علیه پیغمبر شده. در اون زمان همینطور میگفت نه 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 نه، کسی که بشر باشه ما گپش قبول نداریم، این ما را هدایت کنه، باید موافق کسا باشه، من خود بشر هستم. امروز هم در امت پیغمبر علیه السلام بدبختا پیدا شده، دین نمیدانه، قرآن نمیدانه، ریشای نمی قدر گریانا در تقریرهای خودم میکنه، بازم میگه پیغمبر نور بود. انکار از بشریت میفهمه. این اعتراض است. پیغمبر میگه بشر نبود، نور بود، نور سایه نداشت. گپای واهی را خود میسازن، میگن قرآن چیغ میزنه اینما انا بشر مثلکم. کل عالم ادناترین طفل پرسان کنی قبر پیغمبر برات نشان میده، در مسجد نبوی در مابینش است. یکی از حکمتها امیسته که از عالم دنیا میایه قبر کی را ببینه؟ محمد رسول الله را ببینه، که باز عقیده الوهیت پیغمبر را نکنه، کی را الله بگوید نعوذ بالله، کلگی ببینه که اینی پیغمبر است، این قبرش است. ولی این بدبختا در اینجا همین مردمای نعوذ بالله گمراه در مجلس که همین علما که خود در تلویزیون ها اینی قدر میپندانه در تقریرشان نشسته است، یک ملای ناملا خیسته میگه مردم پیدا شده که پیغمبر نور نمیگه، مردم پیغمبر نور است. همین جنابای مفتی های تلویزیون ها نشسته کلان چپناکی داره مواری، یک نمیگه که تو غلط میکنی که پیغمبر نور است، پیغمبر بشر است. ما پیش تیر کردیم که کسی از بشریت پیغمبر منکر شود چیز نص صریح قرآن انکار میکنه. پیغمبر تولد نشده. تعجب، امی مردم باز تولد پیغمبر چی میگیره؟ جشن. چقدر تناقض در کلامشان است. اونجا میگه نور است، اونجا میگه از مادر تولد شده، جشن میگیره. چی تبا کرده ای علمه؟ این مردمه که در اون مجلس ببینی یک رقم گریان بریازی میکنه که پرسان نکو که مردم از بشریت پیغمبر منکر است، مردم گریان میکنه که چرا نور برش نمیگه. عجیب گپ است. این اعتراضی بود که سابق هم بود، ولی هم است. فکفروا، انکار کردن نظام الله را نپذیرفت، و تولوا، اعراض کردن، گفتن ما سر و کاری نداریم. امروز ما ترجمه قرآنی مردم سر و کار نداره، میگن نه 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 نه، چیزی که بر ما داده شده رای ما راسته، با شما سر و کاری نداریم. قرآن و حدیث اونجا بان، ما از دل خود میگیریم، از اونجا میگیریم، لدونیسته فلان است میگه. واستغنى الله، بنیازی خود ظاهر میکنه. چیسته؟ واستغنى الله، بنیاز است الله تبارک و تعالی از ایمان آوردن از جا. اگه این مردم ایمان نبیاره به الله چی ضرر و نقصان است؟ والله غنی، الله بی‌پرواست، هیچ ضرورت نداره. حمید، ستایشش کرده شده. اگه این مردم ثنای الله را بگوی، اگه نگویه مخلوق دیگه است که ثنای الله را میگه. زعم الذین، گمان کردن کسانی که کفروا، از نظام حق انکار کردن، الله یبعثو، که هرگز یا زنده کرده نمیشه، از او خاطر آزاد چکر زدن. قل، بگوی پیغمبر علیه السلام، بلا چرا زنده نمیشه؟ و ربی، قسم به مالک و متصرفی ما، لتبعثن، خامخا شما زنده کرده میشه، ثم لتنبؤن، بعد از او خبر براتون داده میشه، بما عملتم، به آن چیزی که انجام داده، یعنی عملتان جزایش میبینی. و ذالک علی الله یسیر، ایده زین تو میگه که تو انسان هستی، عاجز هستی، میگه ایقا مخلوقات اعمالش از کدام تاریخ تا کدام تاریخ مختلف نوع کارا و عقیده و رازا داره. ایره چی رقم جمع کنیم؟ انسان سری خود قیاس نکو، ای الله است، الله. و ذالک علی الله یسیر، ای بالای جمع کردن و خبر دادن، نتیجه عمل دادن، کلش بالای الله یسیر و آسان است. الله را سری خود قیاس نکو، الله هست. فآمنوا بالله و رسوله، پس ایمان به یک الله بیاره.
الله را مستحق عبادت بشماره، کسی دیگر را قطع شریک نکنه. و رسوله، ایمان به یک پیغمبر بیاره، رسول رهنما و رهبر جور کنه. تابعداری تنها پیغمبر ما کم بگیره، در راه نقش قدم پیغمبر بره، از خود شما نقشه ها جور نکنه، از خود چیزها را جور نکنه. قرآن نمیره میگه، از ما دعوت میکنه نقشه کسی دیگر نپذیره، راه و روش کسی دیگر روان نشوه. الله بر ما میگه ایمان به رسول امی معنا داره که ما هر عبادت الله را به نقشه کی انجام میدیم؟ پیغمبر. بس. و النور الذی، ایمان بیاره به نور. اینجا نور عبارت از قرآن است. نور چی را میگه؟ که خود ظاهر است، دیگه چیزا را نمایان میکنه. قرآن صداقتش، بلاغتش، فصاحتش بگوی مشتمل به مطالب خیلی عالی، اینطور علومی که بالکل انسان حیران میمانه، موافق فطرت و عقل است. خود قرآن داره که بالکل واضح است صداقتش، بلکه به دنیا روشنی داده ما و شما را. برای ما و شما روشنی داد که بله جهان دیگه است، این مبارزه است، ما برای چی آمدیم، کدام طرف روان هستیم. قرآن بر ما میگه این نور است، جهان روشن کرده. خب الذی، امون نوری که انزلنا، ما روان کردیم از بالا. الله میگه خود ساختی کسی نیست، پیغمبر از ذهن خود جور نکرده، الله روان کرده. والله بما تعملون خبیر، که الله روان کرده، بعد از شما عمل میکنی یا نمیکنی الله سرش خبردار است با آن چیزی که شما انجام میده. والله بما تعملون خبیر، الله با آن چیزی که شما انجام میده خبردار است. یوم یجمعکم، روزی که جمع میکنه شما را، لیوم الجمع، فی یوم الجمع، در روزی جمع کردن، قیامت روزی جمع میگه. چرا؟ انسانا، جنیات، ملائک، بگوی اولیا، پیغمبران، ملنگا، فقیرا، پیرا، تابعدارا، ملاها، بگوی مقتدیا، کلگی جمع میشه، کلگی، هر کس حساب دهی میده. الله اکبر. بسیار او روز جمع است که فرقه فرقه شده میره، ولی کسی که در زیر بیرق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، که واقعا از سنتش دفاع کرده، پیروی کرده، محنت کشیده، نه به اون کسایی که از خود دین جور کرده روی بودن، نعوذ بالله، اونطور نباشه. ذالک یوم التغابن، این روز روزی اظهار خساره است. امروز دیگه معلوم میشه. تغابن روزی برد و باخت که برش بگیم، برد و باختی نمی روز است که چی کرده ای، خسارت معلوم و نمایان میشه. اونجا معلوم میشه که تو خساره کرده یا فایده کرده. روز تغابن است. بله کفار در حدیث میگه، پیغمبر علیه السلام میگه برای هر کافر جایش در جنت هم است، در دوزخ هم است، به مؤمن هم جای جنت هم است، دوزخ هم است. زمانی که مؤمن در جنت میره، جای دوزخیش برش پیش میکنه، الله برش میگه که اگر تو ایمان نمی آوردی، پابند طریقه پیغمبر نمی شدی، اینی جایت بود. باز وقتی نجات یافته این آدم سخت خوش وقت میشه که الحمدلله ایمان داشتم، اگرنی دو عذاب. کافرام جای در جنت داره، میاره جای جنتش نشان میده، میگه ای بدبخت، اگر تو رای کفر اختیار نمی کردی این نمی جایت بود. سخت اظهار افسوس میکنه. اونجا میفهمه که چقدر خساره کردیم. خساره کی را میگه؟ که اصل سرمایه را هم از دست دادی. الله چقدر سرمایه بزرگ برات داد، این عمره، این عمله، این استعداده، این قابلیته، این خدمته، که تو حاکم هستی، کل چیز محکومی توست، در زیر ارادی تو قرار داره، تو چرا رای حق نپیمودی؟ این روز تغابن است. آیا مومنان چی میکنه؟ تغابن برش هست خساره؟ بله. مومنان اونجا افسوس میکنه که کاش که در جای یک دفعه سبحان الله 20 دفعه میگفتم، یک الحمدلله 100 دفعه میگفتم، اونجا باز اظهار خساره. چرا نماز خدا بسیار خوب انجام میدادم با خشوع؟ چرا نماز خدا با جماعت انجام ندادم؟ چرا من عقیده توحید نپذیرفتم؟ این خساره ها در اونجا معلوم میشه. به گناهگارم است، به غیر گناهگارم. و من یؤمن بالله، قرآن برای ما میگه، اینجا فیصله کرده. و من یؤمن بالله، کدام مردم است که اونجا خساره نکرده؟ کسی که ایمان به الله تبارک و تعالی داره، ایمان آورده به الله تبارک و تعالی، و یعمل صالحا مسلسل، به طریق دوام عمل صالح انجام داده. عمل صالح رو میشناسه که خاص به خاطر رضای الله، به نقشه کی؟ رسول الله. یکفر عنه، دور میکنه از این سیئاتی، گناهایش، پاشه پوشی کمی کوتاهی که از پیش شده، الله به نیت امی تابعداری، امی ایمان او را هم دور میکنه.
و یدخل و داخل میکنه ایرا جنات در باغات تجری که روان میباشه من تحت آد زیر درخت و قصرایش الانهار و جویا خالدین فیها ابدا همیشه در اونجا. ذالک الفوز العظیم، این می کامیابی بزرگ است که اونجا نهایت فیصله طرف جنت میشه. الله همینطور فیصله در حق ما بکنه. والذین کفروا، کسانی که انکار کردن از نظام الله و کذبوا بآیاتنا، احکام الله را تکذیب کرد، دلایل توحید الله را دروغ شمرد، نعوذ بالله. آیاتی که در مورد بعث بعد الموت بود، جنت بود، دوزخ بود، کلش دروغ شمرد. اولئک ایتور مردم اصحاب النار، ملازمین آتش است، خالدین فیها، همیشه در آتش. و بئس المصیر، خیلی بد جای بازگشت است ای آتش. ما اصاب من مصیبت، تقدیر چقدر فایده داره. بله این دفع یک وهم است. خب وقتی که کسای مؤمن است الله واره عزت میده. ما خب بسیار مؤمنای واقعی را، دعوتگرا را، اولیاء را، بزرگای دین، علمای واقعی را دیدم که در سخت محنت و تکلیف ها قرار داره. یا چرا قرار داره؟ جواب است ما اصاب من مصیبت، نمیرسه یک مصیبت الا باذن الله، مگر به حکم کی؟ الله فیصله کرده. و من یؤمن بالله، کسی که عقیده به الله داره، یهدی قلبه، راه یافته قلبی ازی میفهمه که چرا برام مصیبت رسیده، یا برای پخته شدنیم است که من کدام درجه را الله برام نوشته کرده، دیگه ایتر عمل انجام ندادم که به او درجه برسم، از او خاطر مورد مصیبت امتحان قرار گرفتم که دو درجه برسم. یک یا است که متوجه میشه بله از من کدام خطایی کوتاهی است، در راه کمی پای خدا کج ماندیم، آلی در تلاش ازی میشه که کدام جای کج ماندیم خدا راست میکنه. یک دیگه اگر کدام تکلیف برش رسیده میگه الله برام چی کرده؟ نوشته کرده. مکمل تسلی است، الله نوشته کرده. والله بكل شيء علیم، الله به هر چیز علم داره. مصلحت ها را او میدانه که برای کی مصیبت روان کنه نکنه، کی را یک چیز بده کی را دیگه چیز. الله علیم است. وقتی که ما خود در کدام گبی کدام منجلاب دیدیم، بعد الله علیم است، او میدانه. البته من لیاقت ازیره داشت. بله. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، فرمان الله همیست اطاعت یک الله را بکنی، دستورات و احکام الله را بپذیری. و اطیعوا الرسول، به نقش قدم به تشریع و به نقش پیغمبر روان شوی، اطاعت کنی. امیر بر ما میگه فاین تولیتم، اگر اعراض کرده، فانما، هیچ کدام تاوان و نقصان به الله و رسول رسانده نمیتونه. چرا؟ فانما علی رسولنا، یقینا بالای پیغمبر ما، البلاغ المبین، رساندن است خو واضح گپا را پټ نمیکنه. پیغمبر دعوت داده واضح برتون رسانده دلتون. حالی اگر تو رای حق میپیمایی برای خود میپیمایی، این منت و احسان سری پیغمبر نمیمونی که من در رای تو رفتم، من تابعداری تو را کردم، تو خوش شو، تو احسان پیغمبر را قبول کن که الحمدلله. زمانی که میگه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، چرا کدام نتیجه را در ذهنت میاری؟ فرد در ذهنت بیار که پیغمبر را به خاطر درود میگم که اینطور دین حق برام رسانده، مبارزه کرده. سری آلش که درود میگم به خاطر که دوش پیغمبر شانه به شانه همین محنت‌ها را چی کرده؟ کشیده. این را باید در نظر بگیری. پیغمبر سر ما احسان کرده، ما احسان نداریم. الله لا اله، سورت ختم میشه. اصل موضوع دعوت قرآن چیست؟ مراد از اطاعت الله و رسول چی است؟ در سر فرستش ای گپ قرار داره. الله لا اله نیست، لایق پرستش، بندگی، مشکل کشا و حاجت روا، بگوی حاکم تشریعی، فرمان روای مطلق، الا هو، بغیر از کی؟ غیر از الله دیگه کس نیست. و علی الله، بله ما خود اینطور گپا بند مانده مزار طرف که میبینی سر و صداست های اوی است، دنیا را کفر گرفتن. نه، تو عقیده تا پخته کو توحیده. بعد از باز چیکو؟ و علی الله، خاص بالای الله فلیتوکل المؤمنون، اعتماد سری کی بکو؟ الله بکو. اعتماد سری دموکراسی نکو، سری یهود و نصارا نکو، خدا محتاج از یا و چاپلوسی از یا جور نکو. اعتماد سری الله بکو، عقیده تا پورا کو، تکمیل کن. اگر عقیده داشته نظام کی برابر میکنه؟ قحطی را کی دور میکنه؟ عزت کی میده؟ بس چرا خدا بی عزت کنیم؟ عقیده میره بر ما درس میگه. ما یقین دارم اگر ما یک عقیده را پیدا کنیم، به الله تسلیم کنیم، افغانستان مرکز کل چیزا میشه. کل چیزا
دولت‌های دیگه بیا اینطور چاپلوسی بکنه که می فلانی معدنی تدمه بده، اینطور چاپلوسی بکنه. حالی ما خدا گرفتیم در دامی مردم انداختیم، توحید موحید گم شده، اعتماد سر الله گم شده. رهبرای ما میگه اگر حدود مراعات کنیم باز این قدر میلیون نفوس گوش نمیموره. تو اینطور عقیده داری؟ این عقیده قرآن است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده تقاضای ایمان نیست. ان من ازواجکم، یقینا بعضی از زنان شما، مراد از زنا جفت و جوری شما که مرد و زن شامل میشه، با زن شوهرش، با شوهر زنش، و اولادکم اولادایش، عدو لکم دشمن است برای شما. به صیغه مذکر به خاطر میگه که اکثر دعوت جهاد به مردا میشه، در میدان مبارزه مردا طلب میشه، از او خاطر ازواجکم میگه چیز زنا و اولادایتان عدو لکم دشمن میشه برای شما. یک صحابی هر دفعه که تلاش میکرد که در جهاد بره، اولادا در دامنش جیغ میزد، زن میگفت که نری. امروز کلش نمیطور است. قرآن میگه یا عدو لکم چیست؟ دشمن برای شماست. چرا؟ دشمن چی را میگه؟ که بزرگترین ضرر را خوش داره به تو برسه. اوی بزرگترین ضرر نیست که انسان از جهاد منع بکنه، از آن چیزی که سنام اسلام است، از آن چیزی، از او ثوابی که مجاهد مرابط در کل اعمال مسلمان ها شریک است. اگر نماز میخوانه، اگر صدقه میکنه، اگر روزه میگیره، در کل شریک است. چرا شریک است؟ اگر او نمی بود، جهاد نمی بود، امن نمی آورد، این کارا را کرده میتونستی؟ نمیتونستی. از او طور اجر تو را محروم میکنه. همین چیست؟ زن و اولاد. قرآن میگه عدو لکم. البته بعضی الحمدلله اینطور زنا هم هست که شوهری خدا میگه ما به تو قطعا دوستی را اظهار نمیکنم تا که تو در راه الله روان نشوی. اینطور هم هست. اولادم بعضی اولادم اینطور پیدا میشه. فاحذروهم، خدا نگاه کنه که در اینطور دشمنی واقع نکنه، تا نه محتاط باشه، ببینه. و این تعفو و تصفحو، بله چی قرآن آداب برای ما نشان میده. بعضی اوقات وقتی که یک گپ زن برات میگه یا اولاد، بسیار احساساتی میشی، غصه و غضبت بالا میشه. نه، اینجا غصه و غضب نکن. و این تعفو، اگر شما عفو بکنی، درگذر کنی، چیزی گپی خرابه که برات گفته اگرچه او مناسب برای تو نبود، خو از دان از او برآمده، خالی یک دفعی نکنی که قطع کنی کلی گپا را سر ببری. نه، این زندگی است. در خانه ای گپا تا بالا میشه. بعضی وقت از نادانی میگه ای گپا را تو را بفهمان، در گذر کو بگو اینی فایده ماست، اینی نقصانی ماست. مادرها بیچاره چقدر دلسوز است، نه؟ دلش نمیشه که تو بری در جهاد، میگه باز کشته میشی. نمیگه مادر که کاش که بچیم کشته شود که اونجا برای من خوش شفاعت بکنه. اینطور نمیگه، نمیفهمه. مادر اینالی تو بفهمان که اینطور گپ است مادر، اینطور گپ است. او را خب درس بده. در مسئله خانوادگی زود آدم احساسات نکنه، گپا را قطع نکنه، خصوصا شوهرها. یا که یک کمی قارش بیا، یکی دوی سه بر پشت سر سوری طلاق نامده رو ایسته. اینطوری نکنی. این نظام خانواده است. تو بالا گپا میشه، جنجال پیدا میشه، همه چیز به مطابق نظر انسان جور نمیشه. تو خودت متدین هستی، میگه زن من بالکل تهجد میخوانم، اون قطع تهجد بخونه. من اینطور است، نه کلگی یک رقم نمیشه. پس تیو بلدی داشته میباشه، حالی دیگه از عفو کار بگیر. اگر قطعی کسی زندگی میکنی در گذر، این صفتت باشه. دوم، و این تعفو، اگر شما در گذر کنی، و تصفحو، رویم از پیش بگردانی. بعضی مردم خو دست نمی پرته که بزنشه، خو لیکن شروع میکنه در زبان اینطور است. قرآن میگه نه، در زبان هم بدگویی برش نکن، روی بگردان. و تغفیرو، بعضی مردم ها رویم میگردانه، لطم نمیکنه شه، خو لیکن در هر جا یاد میکنه که اینطور است، زنم اینطور است، اولادم اینطور است. قرآن میگه و تغفیرو، بخشش برش طلب کنی. هر جا یاد کده رایستی یاد نکن. یاد کردن هر جای یادتان باشه. هر کسی که یاد کردن میکنه بسیار نادان است. اگر او خوشوی است، اگر او مرد است، شوهر است، اگر او زن است، که بدی کسی را یاد میکنه بسیار نادان استی. چرا؟ این بدی یاد کردن تو برای تو چی مفاد داره؟ یک کمک کوفته که دلت چی میشه؟ کم میشه. خود دیگه هیچ فایده نداره. خامو گپ پس به این میرسه. اگر شوهر شکایت کرده بودی بریزی میرسه، یکی بردو علی سر ظالم میشه. اگر شوهر از زن شکایت کرده بود، حالی یکی بردو احترامت نمیکنه، اینطور در آتش کش کنه تا که پرسان نکن.
عزت و احترام تا برباد کنه. اگه خوشی شکایت میکنه سنو بعد از یگا بیگر مده وضو میداد بعد از نمیدم. فهمیده؟ نه. چرا؟ شکایت در دیگر جای در بیرونی خانه است، اهل خانه است، مربوطی عزیز. نصیحت کو، خیرخواهی کو، بفهمان شه. هر کار از روی هر بدبختی از روی چی پیدا میشه؟ جهالت. علم بدیشه، بیان بکو. شما به شما میگم هیچ مادر نگوی که من ربان در جهاد. فقط یک هفته چیز حکایات صحابه را بحث جهاد برش همونجا حکایت کرده برو که دیگر از مادر برات میگه که بچم وقتی جهاد است. تو نشنیدی؟ هر چیز برای خود چی داره؟ حکمت داره. ای تو نمیشه بره مادر هستی ما میرم جهاد. نه، اون جمع او تو در جهاد برو که هم پشت دعا کنه که بچه مرا الله روی سرخ کنه، کامیاب کنه. اون طور برو. نظام خانواده بسیار مهم است. قرآن چقدر تاکید سیکو در این طور موضوع یک طرف میگه زنها و اولادتان چیست؟ دشمن است، از پیش خیلی احتیاط کنه. خب باز چی میگه؟ چون که این امر واقع شده نیست. الله برای ما آداب نشان میده که به این سیستم شما بینتان چی جربه. از همون خاطر است یک بچه یک دفعه امر کردی بخی نماز بخوان نخوان، حالی تو نشه که برو دیگه در خانه نمیمانم تا. نه، تعلیم بده، کست سرش بشنوان، از یک کسی دیگر آموخته کو، دوستی تا کی را نصیحت بکنه. بسیار شیوه ها وجود داره برای اصلاح. از همه شیوه ها باید تو کار بگیری. قطع اقارب، قطع تعلقه را یک دفعی نکنی قطعا. فقط در صدد اصلاحش باشه که کدام طریق من میتونم کامیاب میشم کی را اصلاح کنم. فإن الله غفور رحیم. چرا این کار را بکن؟ تو کاری را میکنی که الله دوست داره. چرا؟ الله خود غفور است. فإن الله یقینا الله تبارک و تعالی غفور مهربان ذات است، درگذر میکنه. رحیم رحم کننده است. بر علاوه درگذری باز نعمتها داده رو ایسته. انما اموالکم و اولادکم، بله مالای شما و اولادای شما فتنتون، ذریعه امتحانی الله تبارک و تعالی است. دینمی هم الله شما رو امتحان میکنه. در مورد مال هم امتحان میشه که حق الله را ادا میکنی نه. از کجا میکنی؟ حلال پیدا میکنی یا حرام؟ مصرف میکنی یا نمیکنی؟ و اولادکم، اولادایتان هم فتنه است. تربیه خوب برش میدی، اولاد ذریعه دعاهای نیک به خود میسازی یا تربیه خراب؟ هر روز زورت تانه داده مجبور میسازی که برای کیسه بری کنه، بری تو پیسه بیاره. و تو نکن. والله عنده اجر عظیم. الله تبارک و تعالی بنزدش اجر عظیم است. بله بعضی اوقات امر میایه مقابل میشه، یک طرف مسئله اولاد است، زن است، مال است، یک طرف دستوری الله تبارک و تعالی است. کدامش ترجیح میدی؟ ندی که اونجا تو خراب میشی. چرا؟ آن چیزی که بنزد الله است، بنزد الله اجر عظیم است. فرمان الله را بپذیر، عملی کو، باز میبینی که الله چطور پاداش میده. فاتقوا الله ما استطعتم. محبت اولاد، محبت مال خو خیلی در دل آدم از اول می باشه. یک امر طبیعی غیر اختیاری است. چطور کنیم؟ بعد امر ازی که ما دعوای ایمان میکنیم ولی مالم خوش داریم یا نه؟ اولادم خوش داریم یا نداریم؟ خب قرآن برای ما میگه الله ما را مکلف به اندازه توان کرده. فاتقوا الله، بترسی از الله تبارک و تعالی، ما استطعتم، به مو اندازه که شما توان داری. به اندازه توانیتان اینطور نشوه مقابله که آمد در بین محبت مال و اولاد و الله. حال دیگر به اندازه توانید محبت کی را ترجیح بده؟ الله را ترجیح بده. در امور اختیاری. اونجا میگه فاتقوا الله ما استطعتم. اونجا ما را امر کرده بود فاتقوا الله واتقوا الله حق تقاته. از الله بترسه، به محق ترسیدن. در حقیقت در بین دو آیت منافات نیست. این تشریعمو حق ترسیدن اونموسته که هر قدر توان داری تو باید تقوا را اختیار کنی. او تقوا را براتان تشریح کردیم نه؟ نیروی درونیتان که شما را نمیگذاره که دست به جنایت بزنی یا نعوذ بالله کدام مامور بهی الله را ترک بکنی. فاتقوا الله، بترسی از الله تبارک و تعالی ما استطعتم، به مو اندازه که شما توان داره. یک آدم فاتقوا الله، یک آدم یک چیز نمیتونه، وضوم نمیتونه، قرا خو کده. یک دو روز ما موتور بودیم، چی رقم عالی نماز بخوانیم؟ دونمون جمع به اشاره نماز بخوان، تیمم بزن به اشاره نماز بخوان. یعنی می ترس از الله است به اندازه چی؟ بگه توان. نگو مردم ما چی میگن؟ نه کالایم بی نماز است گم کو. قرا میشینه نماز نمیخونه و همینطور میشینه چند روزی را تیر میکنه که کالایم بی نماز است. نه اینطور نکن. واسمعوا، بشنوی
فاتقوا الله ما استطعتم، بترسی از الله تبارک و تعالی به اندازه توان. واسمعوا احکام الله را بشنوی، گوش برش بگیری. و اطیعوا، فرمان برداریش بکنی، اطاعت بکنی. و انفقوا، خرج کنی در راه الله تبارک و تعالی. خیر لانفسکم، الله ضرورت و نیاز به شما نداره، بلکه بهتر برای نفسای خودتان است. چیزی خودتان است به خود مصرف کنی. و من یوق شح نفسی، کسی که نگاه داشته شود از حرص بخل نفسش، فاولئک تر مردما هم المفلحون، اینم یار رستگار هستند، کامیاب هستند. عالی حرص و بخل در چی چیز؟ در مال خودی قدر حرص و بخل نداشته باش که حق الله موقعش پیدا میشه و تو محکم گرفتی. خدا خواب موقع است که تو از قوت جسمی داری استفاده کرده میتونی تو محکم گرفتی. خواب موقع علم است تو محکم گرفتی. این گپارا نکنی. کسی که نمیطور است که بله حرص نمیکنه، بخل نمیکنه، در موقع ضرورت واقعا کامیاب است. ان تقرضوا الله قرضا حسنا، چقدر ترغیب میده. اگر شما میده قرض به الله تبارک و تعالی، قرض حسنه به الله، قرض حسنه، الله چی نیاز داره؟ بله قرض حسنه در راه الله پول و مالیت مصرف کردن، این مثل که به الله تبارک و تعالی قرض داده ای پس طلبان هستی، بالکل الله برات میده. چرا نمیکنیم ما؟ خود قرض بدیم به الله، در راه الله مصرف کنیم. خود نمایه ها نباشه، ختما نباشه، او گپا نباشه، بدعتا نباشه، در راه الله در مرکز دین مصرف کنیم. خب یضاعف لکم، یضاعف زیاد میکنه برای شما، لکم شما که مصرف میکنه، و یغفر لکم بخشش میکنه شما را، گناهتان الله معاف میکنه. والله شکور، الله قدردانی اعمال شماست، مصرف شماست. یک مانا والله شکور، الله قبول کننده عملتان است. حلیم، بردبار، زود انتقام نمیگیره. کسی که دستور الله را نادیده میگیره الله او را زود عذاب نمیده، موقع میده که سبب باز برش بگوی الله که اینی تور میدان برات نبود، اینی موقع مصرف مال برات میسر شد یا نه، کی بگوی بله مال قطید بود، نه بله مطالبه شد، نه بله چرا ندادی؟ مال از تو بودی، از الله کی برات داده بود؟ عالم الغیب و الشهادت، الله عالم غیب است. یعنی صدقه را، خیرات اگر پنهان میکنی که هیچ کس خبر هم نمیشه، خود در جای مناسبش. و شهادت عالم حاضر هم است، در جایی که تو میفهمی که دیگران ترغیب و تشویق شوه، منظورت خود نمایی نباشه، در اونجا به این نیت اگر تو صدقه میکنی که دیگران ترغیب شوه، ما باعث یزی بگردم که دیگران تشویق شوه، اونجا باز در شهادت در حاضر باید بدی. او را الله میدانه. العزیزوی طور فکر نکنی که الله کدام ثواب برما میده او را داده میرا کسی دیگه میگیره، نه، کدام ثواب که الله اراده کرده عزیز است، نافذ میکنه، میرسونه برات. الحکیم و حکمت والاست. اگر کدام چیزا به این صدقه تو طلب داری آلی حاصل نشده، نگو که الله دعای مرا قبول نکرد، بنابر حکمت الله او را داینده گذاشته. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.